سلام. آقای تندرو، به نظرتون اولین دروغ سمی تو روزهای اول ززا چی بود؟ سلام. بدرقه جسد مهسا امینی توی بیمارستان کسری توسط کادر درمان که علی کریمی پستش کرد. اولین دروغی که مردمو آورد تو خیابونا. خب عکس سی تی اسکن مهسا امینی که همین هفته پیش توسط دکترای خود اینترنشنال تکذیب شد. تکراری ترین دروغ ززا. جوانان محلات. بزرگترین دروغ فناوران ززا. اهدای رایگان اینترنت استارلینک به مردم ایران. برجسته ترین حمایت از ززا. پست حمایتی کیم کارداشیان. بزرگترین فتح ززا. سلف دانشگاه. 300 دروغ در یک پست از ززا. هک 300 دوربین امنیتی جمهوری اسلامی توسط انانیموس که البته همشون داشتن لهستان رو نشون میدادن. بزرگترین ائتلاف ززا علیه جمهوری اسلامی. جنبش آنفالو اپوزیسیون از علی کریمی تا رضا ربع پهلوی. بهترین سرود انقلابی جنبش ززا. سلام فرمانده. هنری ترین دروغ ززا. نقاشی خدانور که چند وقت قبل از مهسا امینی دستگیر شده بود. و در آخر جایزه بهترین فیلم جنبش ززا. لایو حسن آقامیری و دوستش.